در زمان صاحب استقلالی کشور نخستین مراتبه اتاقهای کاری کارمندان مرکز سلامتی شهر خارق از تعمیر اساسی برآورده شده ایستادند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خارق میرزان‌آباد علیشیر خدابردی جریان کارهای تعمیر و تجدید مرکز سلامتی شهر را از نظر گذرانیده برای باز هم بهتر برای ماندن فعالیت این نهاد توصیه‌های سودمند داد. گفته می شود که این مؤسسه طبابتی برای نزدیک 32,000 ساکنان شهر خارق و اینچنین زیاده از 6,000 مسکنان اجاره‌نشین ناحیه‌های ولایت و جمهوری که موقتا استقامت کننده شهر خارق می باشند خدمت رسانی طبی را به راه مانده است. این حال زیاده از 20 اتاق کاری کارمندان طب عائلوی، اینچنین اتاقهای گذرانی، داروگذرانی، گوش و گلو و بینی، جراحی، شکست و بند از تعمیر برآورده شده ایستادند. برای تعمیر اتاقهای کاری کارمندان مبلغ 524,000 سامانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اختصاص داده شده است. باید گفت کارهای تعمیر و از نوسازی در این بنا را یک شرکت محلی ساختمانی به عهده گرفته قرار است که در این نزدیکی کارمندان مرکز سلامتی شهر خارق در اتاقهای برهوا فعالیتی صحویشان را برا خواهند ماند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خارق میرزان‌آباد علیشیر خدابردی بر رفت کارهای از نوسازی ساختمانچیان بهای ارزنده داده منتداری صمیمی خود را به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری‌های پیوسته‌شان بیان نمود. قید داشت که اخیراً از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان تجهیزات معاصر طبی از قبیل اوزی دوپلر، گاستروسکوپی و رنتگن رقمی کمک شده است. بعد انجام کارهای تعمیری تجهیزات معاصر طبی نصب و وصل گردیده برای گذراندن کارهای تشخیصی در اختیار کارمندان مرکز سلامتی قرار داده می شوند. راهبر شهر خارق دستور داد که در برابر از تعمیر برآوردن اتاقهای کاری همزمان تامین نمودن آن با میز و کرسی و جوانهای نو چاره‌جویی کردن ضرور است.